امروز قرار است هر لوازم آرایش فقط یه پمپ بزنم. برای سایه‌ای که پیگمنت بالایی داره انتخاب کردم. تاچ کوچولو به این قهوه‌ای. اوه من این پیگمنتو چجوری نگهش دارم؟ داشت میافتاد. اینجا میزنم، پایینم ندارم، یه دارم اینجا میزنم. هیچی رنگ به خودش نگرفته. خط چشو یک بارم نمیتونم تو پوکش ببرم. امیدوارم که رنگ داشته باشه. این اوکی شد. این رو فلجم تو خط چش زدم قشنگ. خیلی ناقص نشد ولی خب به رنگ رسید دیگه. خاطر شما یه ریمیل انتخاب کردم که واقعا یه چشمم جواب بده بسه. ببین اصلا مواد نداره. خدا رو شکر جواب داد. یه بار انگوش میزنم، یک گونه، دو گونه روی بینی. فقط همینجوری دارم ردش میکنم که خورده باشه. سختش کنیم رژ مایه. ایشالله که جواب بده، کلش رنگ بگیره، خوش نشه، داره کم میاد. نمیتونم، میخواستم بزنم داخلش، یادم رفت یه لحظه. اینه من نتیجه بد نشد ولی ببین پود نزدم کانسیلرم چه وضعیتی شده. به نظرتون خوب این چالش رفتم؟ حالا هفته دیگه چه چالشی برم؟ تو کامنت ها بهم بگید.